به نام فاتحه‌گیری یک مراسم است مسلمان ها. و جای از اینکه به حدیث رسول الله بره که مراسم تعزیت چی را میگه و چه قسم میشه، ما کاپی کردیم از دنیای غرب، از ادیان دیگه. اینجا به نام فاتحه خوانی یک تعداد مردم مولوی صاحبا، ملا صاحبا و قاری صاحبا در مسجد میشینه، ده ها مردم در بیرون دست سینه استاد میباشه. مردم هم که تیر میشه سرک خدایی تو را میکنه. در کدام کتاب است؟ در کدام دین است؟ و چه قسم است؟ قیام برای کی میشه؟ رکوع برای کی میشه؟ علمای ما شاگرد و طالبش که دستش سر خم نکنه، بوسه نکنه، میگه بیادب است، میگه بیادب است. رکوع را ملا صاحبا برای خود خواست کرد، علما. سجده را پیر صاحبا. از اونجا که از دروازه داخل شدی که با چارغوک نامدی و پسکایی حرکت نکردی، باز تو بیادب هستی. ببینی قرآن برای چی آمده بود؟ ولیعلموا انما هو اله واحد، که الله یگانه پرستش شود. کجاست؟ این درسا کجاست؟ من خوش به این خاطر هستم سیکو در این مسجدی که خیلی از قدیم آباد شده، ولی الحمدلله رسالت مسجدیت خود ادا کرده. مسجد نبوی برای تعلیم صحابه کرام پوهنتون و مدرسه علیحده نداشت. صحابه قرآن تفسیرش در کجا یاد گرفتن؟ در مسجد نبوی. استاد کی بود؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. شاگردا کی بود؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بگوی عبدالرحمن ابن عوف، ابی هریره، ابن مسعود، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنهم جمیعش. کل شاگردا بود دمی مساجد. از او خاطر من میگم این خوش خبریست ان شاء الله. با بیداری مسلمانای ما، با شناخت مسئولیت علمای ما، نمیتونه کافر ان شاء الله را پیدا بکنه. اگر این درس و تعلیم قرآن روان بود و میدانه ما و شما که در قرآن نشستیم، ما همیشه بحثه که شروع میکنیم از اول شاگردا را سوال میکنیم، میگیم اگر یک نفر یا سخی صاحب بگویه چرا این درست است نه، میگه شرک است. با کدام دلیل؟ کدام آیت؟ به دلیل آیت الحمدلله. یک آدم که رفته در پالوی قبر سوال کرده، رئیس بچه را طلب میکنه، مریضی خود شفایش طلب میکنه، میگه شرک است. با کدام آیت؟ با آیت الحمدلله. چه رقم الحمدلله؟ الحمدلله اعتراف میکنیم کل صفتای کمال مخصوصی کیست؟ الله متعال. این را به خاطر میگم که شما یاد داشته باشه. وقتی که من صدا زدم که یا سخی صاحب، 3 شرک مرتکب میشم، چند؟ و 3 امر مخالف الحمدلله میشه. عقیده دارم که آواز مرا بلا اسباب و وسایل ظاهری کی میشنوه؟ سخی صاحب. به طور مثال کی میشنوه؟ بلا اسباب ظاهری و وسایل. آواز کسی را به این قدر مسافه ها دور شنیدن صفت نقصان است یا صفت کمال؟ صفت چی است؟ صفت کمال است. بی اسباب ظاهری، هیچ وسایل نیست و آواز از این قدر رای دور بشنوی، صفت چیست؟ تو برای کی ثابت کردی؟ برای سخی صاحب. اونجا چی گفته بودی؟ الحمدلله صفت کمال کلش برای کیست؟ الله. باز عقیده داری که آواز مرا شنید، آلی از حالی من خبر داره که کجاستم و در کدام مشکل مبتلاستم. بلا اسباب و وسایل ظاهری از حال کسی به این قدر مسافه دور علم حاصل کردن و معلومات حاصل کردن صفت نقصان است یا صفت کمال؟ صفت کمال است. با کی ثابت کردی؟ با سخی صاحب. احلان که صفت کی بود؟ الله بود. مخالف الحمدلله شد یا موافق الحمدلله؟ مخالف الحمدلله شد. باز عقیده داری که به آن واحد سخی صاحب مرا از این مشکل نجات داده میتونه. به آن واحد بدون اسباب و وسایل ظاهری اینطور نجات دادن صفت کمال است یا صفت نقصان؟ صفت کمال است. با کی ثابت کردیم؟ با سخی صاحب. در یک الحمدلله. آلی شما این را به طور مثال و نمونه براتان گفتم، پس از این شما خود در این توجه بکنه. ان شاء الله باز تفسیر ما اول براتان گفتم که تا 10 مرتبه دوره تفسیر نکنه عقیده توحید آدم پخته نمیشه. چرا پخته نمیشه؟ اینی چنار زیارت مینامیشه. اینی چنار زیارت. برو مردم بده اره را بگو اره کن، شاخیشه میکنه اره. ترس دار است پیشش، خوف دار است پیشش. مرد باشه کسی بره دمو شاید دوشم شیره علیه رحمت یک کبوترش بگیره پخته کنه، میتونه پخته؟ نمیتونه پخته. چرا؟ در دلش خشخش است که نه یک ضرر برم میرسانه.
خبرداری توحید الله، عقیده یکتاپرستی الله پخته شدنش وقت کار داره. این آغاز است. الله متعال شما را توفیق نصیب بکنه باز لذت قرآن شما میدانی که کتاب الله چی بیانات داره و ما در کدام سمت روان هستیم و ما چی میکنیم. عزیزان گرامی، خوش به ایستم که الحمدلله شما وری ملت قرآن دوست ای زمستانتان به این قسم سپری کنه. سابق ده اینمی طور مسجدها تواخانه گرم بود، خانه دود بود، اشتکا شوخی و غالمغال میکرد، میشیشته با مجرد مولا صاحب امو سوره کوتاه را میخوان، باز علکه نفرتی که ده گل میکرد، باز ده سری تواخانه میرفته یکی تان از نمکاب گپ میزده که نمک 2 دانه مرکبه برده بودم، نمک بار کردم اونجا فلانی جای فروختم. باز آفتاب که میبرامد لق لق تسبیح های کلان کلان به نام سندرست تا 1 ساعت خو سری ازو جنگ میکرد، از ما بوی میده. این توریسته تق 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 تق، نه اشراق مشناخته، نه اسکار مشناخته، نه درس قرآن مشناخته. دعا کنی به علمایتان، عزت بدی تو علمایتان که کل لحظات شما در درس قرآن تیر میشه و در درس قرآن تیر شدن گپ عادی نیست. کتاب انزلناه مبارکون، این کتاب عظیم است، عظیم و شان کتاب است. چرا نباشه که الله میگه ما او را نازل کردم، خو مبارک است. برکت چی را میگه؟ خیر کثیره. الله در این کتاب خیر کثیر گذاشت. هر کس که با این کتاب تعلق پیدا میکنه، تلاوتش میکنی، ترجمهش میکنی، عمل سرش میکنی، دعوت به سوی کتاب الله میدی، خدمتش میکنی، الله به برکت نمیگذارد، به خیر کثیر نمیگذاره.